آبجی. اوف، چقدر خونتون قشنگه. میدونی درست مثل تو فیلم هست. حیات استخر و اینا هم هست، دوست داری برو ببین. وای خدای من، چقدر خوش سلیقه است. همه چی اون خریده؟ آره. دافنه مامانم یکم مریض احواله. های خدا بد نده خاله جون. این کیه؟ هم کلاسیمه دیگه. بیا بریم تو اتاق من. بیا تو. وای، اینا همش مال توه؟ زمستونی ها رو جمع کردیم. یعنی اینا فقط تابستونی هست؟ خدای من، پدر و مادر چقدر دوستت دارن دختر. هرچی خواستی برات خریدن. چقدر رژ لب داری. این خیلی خوش رنگه. امتحان کنم؟ نه پرس بابا، هر کدومو میخوای امتحان کن. چطور شدم؟ واقعا بهت میاد. واقعا؟ بیا با هم یه عکس سلفی بگیریم. خیلی خوشگل شد. چه سنگ قشنگیه. آمیتیسته. استرس رو از آدم دور میکنه. دوست داری بردار مال تو. شوخی میکنی؟ خیلی با ارزش نیست. بنداز گردنت. واقعا ممنونم. خیلی بهت میاد. واقعا؟ دخترم لباس تو عوض کن. بیخیال. تو نرفتی؟ نه، منتظر تو بودم. نخواستم تنها برگردی پانسیون. نوشه جون. نوشه جان. ممکنه هنوز زنده باشه؟ اینقدر در مورد این موضوع صحبت نکنیم. اون شب با هم چه قراری گذاشتیم؟ گفتیم باید همه ی اتفاقات اون شب رو فراموش کنیم. اگه کسی بهمون یادآوری نکنه فراموش میکنیم. اون دختره کجاست؟ ساقه رو میگی؟ آره. تو اتاق خوابیده، گرسنش نبود. امشب لوبیای تازه داریم. ساغر دوست داره. ای بابا، اصلا به من چه؟ نوشه جون بچه ها.
مارال، این گردنبند از کجا آوردی؟ دوستم بهم هدیه داده. چی شد؟ ناراحت شدی جونم؟ چیز گرون قیمتی به نظر میاد، واسه همین پرسیدم. برای ما گرونه، برای اون پول داره ارزونه. واقعا؟ کدوم دوست پول دارت بهت هدیه داده؟ به تو ربطی نداره، حد خودتو بدون. تو رو خدا ببین چی میگه، حد خودتو بدون. خیلی خب ولش کن، دوباره دعوا میشه. چرا باید دعوا بشه جونم؟ من فقط از رو کنجکاوی پرسیدم. اون دوستت که گردنبندو بهت هدیه داد پسر بود مارال جون؟ به تو ربطی نداره سوگل جون. ببین عزیز من، اینو یادت نره، تو این دنیا فقط درس زندگی مجانیه، وگرنه هیچ کس بی طمع چیزی به آدم نمیده. باید دید در قبال این گردنبند ازت چی میخوان. سوگل! مارال، ظرفتو بذار پایین بشین وگرنه بلند میشم. تو چه جور دوستی هستی؟ فاسدی، ذاتت خرابه. از وقتی این گردنبند تو گردنم دیدی از حسودی داری میمیری. واقعا که عقل نداری دیگه. بگذاریم، چه ساغر اسباب بازی نریمان خانوم بشه، چه مارال برای پولدارا جاسوسی کنه، اصلا برام مهم نیست. چرا من باید به فکر همه باشم ای بابا؟ من دارم میرم. نوش جونتون. داری میری تو اتاق؟ آره. اینم بگیر بده به ساغر، ولی بهش نگو که من فرستادم. یه وقت فکر نکنه خبریه. باشه. برات غذا آوردم. گرسنه نیستم. لوبیایی تازه است، شنیدم دوست داری. سوگل فرستاده؟ آره ولی نفهمه بهت گفتم. اصلا نمیخورم. فردا هم نمیام مدرسه. بیا، وگرنه به خاطر عقب افتادن و غیبت زیاد تنبیه میشی میندازنت بیرون. برام مهم نیست. فردا میخوام برم دنبال خانوادم. بخوای منم میتونم باهات بیام. واقعا میای؟ آره ولی باید غذاتو بخوری. آی پس بده میخورم. به سوگل نگی، یه وقت فکر میکنه خبریه. خیلی خوب نگران نباش، نمیگم. الو، یه لحظه گوشی. ایلول، تلفن داری؟ کیه؟ من چه میدونم؟ بله. اما کمال تویی؟ میدونم تویی، تو رو خدا جواب بده. با کسی که زنگ زده بود صحبت کرده، چیزی هم گفت؟ چی گفت؟ چیزی نگفت، با تو کار داشت. چیز دیگه ای نگفت؟ خیر باشه. یکی زنگ زده ولی حرف نزد.